سلام. من سلام صورتی بهتون. من با بخشش دیگه بودیم. من آنوشا و اینم حدیثه. بله حدیث و ما قراره در مورد پرنوتک صحبت بکنیم. پرنوتک یه تیم استارتاپ توریه که ما قراره درستش بکنیم. این تیم استارتاپ قراره اینطوری باشه که یه بیزینس بین‌المللی بشه و ما بتونیم که در واقع خودمون رو و پرنوتک رو با هم گسترش بدیم. این قضیه از داستان من میاد که ما یه سری مشکل کم بوده آموزشی داریم توی شهرمون و به عنوان مثال الان پسرمون چند راحتی توی این شهرمون مثلا کارآموز بگن یا اگه بخوان کار بکنن ولی دخترها نمیتونن و این کلاس سی فقط برای نشستن خونه شهر صبح. خدای من صبر بده حدیث جان. نه اینو جدا گذاشت توی یوتیوب بعد از داستان من میاد و توی چند سال گذشته توی اینجا فقط واسه پسران کلاس روباتیک بود که اونم روباتیک سطح خوبی زیاد نبود و در نتیجه من تصمیم گرفتم همین چیزی درست بکنم. ما قراره یک تیم باشیم، ما قراره مصاحبه 3 مرحله‌ای بگیریم. من قراره لیدر گروه باشم، حدیث قرار مدیر پروژه، من قرار مارکتینگ درس بدم، حدیث قرار بیزنس مذاکره درس بده و احتمالاً خلاقیتی هم صحبت می‌کنم در اون حدی که خودم می‌دونم و ما می‌خوایم بچه‌ها خودشون در لیدر بشن و بتونن منتور بشن و اون 3 ماه اول ما یه تعهدنامه بهشون میدیم در حالت آزمایش طور داره. ما یه مهارت‌های پایه‌ای یاد می‌گیریم و الان نظرت واسه این که حالا بفهمم مصاحبه چطوری با هم یه مصاحبه داشته باشیم؟ مصاحبه فرمون فکر کنم من میخوام با حدیث مصاحبه من گفتم مذاکره مصاحبه کنم. سلام لطفاً خودتون معرفی کنید. من حدیث هستم. بیشتر از چی بگم؟ یکی از ویژگی‌هایی که ما اینجا می‌خوایم داشته باشن افرادی که مثلا خودشون رو بیشتر از 1 دقیقه بدون چیزایی که حالا از همون اول دارن معرفی تقریبا اوکی نه تو نبی اوکی تو نمونه غلطی الان می‌خوایم اون درست بگیم. خب امیدوارم نمی‌باشن این ویدیو آبرو نداره. نمیره. من واقعا این ویدیو میذارم با چون بذار من مشکل من بگید بساتش هم به پرنوتک گوش میدن هم میخندن. آره میخوام همیشه فان داشته باشه. البته حدیث در کل فانه، یعنی ما چیزی نمیخوایم اضافه کنیم. من فان نیستم ولی من هر شب زیر پتون گریه میکنم. باشید یه پاییز زرد و زمستون سرد و در حال ما می‌خوایم همزمان هم یه مفهومی از این اسلامی که داره به وجود میاد داشته باشیم که اگر شما بتونید کمک کنید یا اگر اعتقاد دارید ما واقعا آدم‌های جدی هستیم صحبت می‌کنم. الان که ما داریم هر میخندیم فقط به خاطر اینه که در واقع ما می‌خوایم که هم جنبه فان داشته باشه ویدیو هم واسهتون کسل کننده مثل آگهی بازرگانی. یه موضوع البته مصاحبه به این بر بایستده بود. سلام لطفا خودتون معرفی کنید. بس من جواب سلام بودیم. الان معرفی کنم. من حدیثم 14 سالمه، توی شهرستان مبارکه زندگی میکنم. قراره که مذاکره کننده و مدیر پروژه این فکر کنم مثلا یه دونه دانش آموز عادی هم خب به هوش مصنوعی علاقه داشتم. دیدم که بیزینس شما یه بیزینسیه که زن‌های مستقل رو چیز میکنه، پرورش میده. من امیدوارم این ویدیو آتیش بزنم تو بزنم تو یوتیوب بهتر میشه. ولی میدونم این حماقت رو میکنم و میزنم تو یوتیوب ولی باید بذاریم. در کل ما هدفمون اینه که اینجا وقتی افراد میان مسلط باشن با اون چیزی که میخوام مثلا باشن، یعنی یه شناخت خوبی از ماهیت ما و ارزش‌های ما داشته باشن. مثلا من الان مسخره بازی در میارم. اگر افراد مسخره بازی در بیارن و اون حد مثلا کمدی اوکی و فان میخندیم، ولی اگر افراد واقعا بخواد مسخره بازی در بیارن توی مصاحبه اولی من اخراج میکنم. شوخی هم ندارم.
حدیث تجربه سرما این حدیث تو کتابخونه این حدیث نخوام حدیث. خب آقا داشتیم میگفتیم در واقع کسایی که میان اینجا و برای مصاحبه میان باید بتونن که شناختی از خودشون داشته باشن و هم از پرماتک که بتونن الان که من داشتم این ویدیو رو ادیت می‌زدم حس کردم ما نیاز داریم یکم بیشتر بدونیم در مورد پرنوتک و کارهایی که انجام میده. در این شکل خلاصه‌ای من آوردم و اینجا گذاشتم. امیدوارم براتون کمک کننده باشه و اگر دوست دارین بخونیدش بعد اینا رو بدونن اون تو مصاحبه اولیه. خدا همین توضیح میدم که بتونن اینجا کام خودشون معرفی بکنن و بتونن بگن که در واقع اهدافشون چیه، دنبال چی هستن و هدفشون از این که به ما اعتماد کردن و به پرماتک اومدن چیه. البته ما قبل از اینکه این مصاحبه داشته باشیم به خاطر اینفلوئنس و تاثیرگذاری رو داشته باشیم یک پیج اعتماد در اینستاگرام داشته باشیم و برای شروع مارکتینگ کردن و روی افکار کار کردن یه سری استعداد درخشان قرار هست حالا معلمای افکار افراد. خب الان اونا باید آماده باشن که بدونن ما چه هستیم. از اون نظر بعد ما یه سری معلمای داریم که اونا قراره یه سری استعداد درخشانی معرفی بکنن که ما از همون اول استفاده بکنیم. یکیشون خانم رفیعی که دوست وای آره خیلی هم دوستش دارم. آره داشتیم راهی مجموع زندگیمون رو دور میدادیم. ساعت 16:23 است. ما 7 دقیقه دیگه کلاس داریم. آره 7 دقیقه دیگه هم من 4 دقیقه دیگه بگیرم اوکیه. و مطمئنش بیش از 4 دقیقه میشه. آره و ما قراره که بیاییم و این کار رو انجام بدیم. مثلا قراره بریم اهداف خودمون بگیم و یه سری ویدیو من هست ریکورد کنیم و بذاریم و اینجا هم کلمه وایسادیم کتابخونه پژوهش‌سرای عقیلی که اصلا به کتابخونه نمی‌خوره. آره کلمه اینجا هیچ کسی که درس بخونه. من فقط درس بخونم اینجا. ببین داری من خالی هر چقدر بیشتر میری بیشتر میفهمی که واقعا اینجا خالی. چون قدت از من بلندتره. کتاب داره اینجا کتاب نداره. آقا سرگیره گرفت. اوکی ما قراره مارکتینگ اینجوری باشه که این چیزا رو بگیم و بچه‌ها اونجوری برام اپلای کنن و قراره قبلش هم باهاش مثل من نباشید مثل حدیث نباشید توی ویدیوهای من گند نزنید لطفا. از دفعه بعدی اینو میارم مایده هم میارم. کاش درست اینجا بودی. کاش تو اینجا بودی. نادیه کاش اینجا بودی. بعد برم فکر کنم منت کشی برای چه خبر دارم برات روزا ببین داشتم میگم حدیث می‌خواستم مورد زبان درسان مذاکره خب من در واقع مدیر پروژه باشم و تدریسم بیشتر روی زبان مذاکره و چیش باشه زبان بیزینس هم زبان مذاکره است. نه زبانی که باش توی مثل کاسمانی کفان همونه که میگی من که نمی‌فهمم این خودش این قرارش رو تدریس کنه ما صرف بده بعد اون زبانی جوری که این چیزا انجام میده حدیث اوکی الان اوکی خب الان امتحان علومم رو میدم و هیچی واقعا تو مغزم نیست. آکسون آخه کی میاد مخابره از آزمون علومی بعد آکسون بعد یه چیزی در مورد بیزنس و اینا حدیث مذاکره می‌کنه و کلا ادبیات می‌کنه بیشتر و ما می‌خوایم این قسمت روی سینمانویسی و پرفورمنس مارکتینگشون کار کنیم. خب واقعا برای مذاکره باید در زبانتون حال این قضیه از هم پژوهش‌سرا شروع شد. قبلش حتما گوشت بخورید با پیاز. این قضیه از این پژوهش‌سرا شروع شد و کسی قرار کنه که ما بکنه که این کار رو انجام بدیم آقای دانشمنده و احتمالاً معلمای دیگه هم داشته باشیم. ما یه سری اهداف بلند مدت داریم واسه این پروژه به خصوص همکاری کردن با مجتمع مبارکه یا دانشگاه اصفهان و ما یکم پیش فعالی ما 4 دقیقه دیگه وقت داریم. حدیث خب
این ما 40 ثانیه هم از اهداف بلند مدت صحبت کن کلاسه پردازش. اهداف بلند مدت ما قراره بیزینس رو بین‌المللی کنیم، فقط توی یه محدود قرار نیست باشه. ما قراره زنان مستقل پرورش بدیم و علاوه بر اون قراره جلوی محدودیت‌هایی که توی ایران برای دختران قائل میشن رو بگیریم. و یک چیز دیگه هم که هست، من کسب و دوست دارم با درآمد مبارکه و دانشگاه اصفهان همکاری کنیم بله و همین چیزایی 10 باشه. ثانیه من بذار بیشتر صحبت کنیم. اوکیه نه اوکیه میتونیم دیرتر بگیم. اوکیه نمیخوام بعد خدای من صرف بده. لطفاً تا ویدیوهای بعدی همراه من باشه. اگر از این ویدیو هیچی نفهمیدیم بعدی من هیچی نفهمیدم. خوشبختم. باید بگه لجبازی لجباز سرم رفیق روزای تنهاش منم ولی لیاقت میخواد نگه داشتنم. مربع مستطیله میخوام اوه دیدم که این سایت در بود. آقای دانشمند کوتیشن بچه‌ها ولی میگن دبل کوتیشن یک I'm not that much. چی؟ Hello guys. انگلیسی نشدی. Hello guys, I'm Hadis And I'm Anusha. and you watch Anusha's video YouTube. ما در مورد پرنتک قرار صحبت بکنیم. پرنتک چه یه تیم یا حالت استارتاپ توره که ما قراره درستش بکنیم. It's a business we want. حدیث چه انگلیسی حرف میزنی؟ اگه لجبازی لجباز سرم رفیق روزای تنهاش منم ولی لیاقت میخواد نگه داشتنم.